با دقت باشین جوانها. خسرو زنی داشت به نام شیرین و بار میگه در قصر نشسته بودند. به ناگاه میگه یک ماهیگیر و پیش خسرو و شیرین گذر کرد و از بس که میگه این خسرو پرویز میگفتند. این خسرو که بسیار ماهی را دوست میداشت به این ماهیگیر گفت برای من یک ماهی ده. یک ماهی کلانی را میگه این ماهیگیر در پیش خسرو گذاشت و خسرو که پادشاه کی بود 4000 تنگه برآورده در دست ماهیگیر داد و ماهیگیر به او دعا داد و پشت گردانید و از قصر میخواست که بیرون شود. زنی او شیرین به خسرو چی گفت؟ گفت شوهر کاری نادرست کردی. بین شوهر وقتی که اکو به گپ زن میکند چی جزا میگیرد؟ گفت بسیار کاری نادرست کردی. گفت چگونه؟ گفت تو یک ماهیگیر گفت در بدل یک ماهی 4000 تنگه دادی. گفت این خیر می شود زلالی ندارد. گفت اگر فردا یک خدمتگاری این قصر تو پیش تو آید و ماهانه طلب کند تو اگر 4000 تنگه به او دی میگوید ای خسرو من در نزد تو قدر همان مثل همان ماهیگیر قدر داشتم که 4000 تنگم دادی. اگر کم دهی میگوید نخواه که من قدر همون ماهیگیر در نزد تو قدر نداشته باشم. خسرو در حال در این گپی زن میگه شگفته شد و گفت راست میگویی. گفت من الکی مال را تسلیم کردم بی ادبی میشود که وی خیرات کرده و از دستش باز 4000 تنگه را گیرم. گفت نه، گفتی نه یک کار میکنیم الحال فریادش کن و با او بگو که این ماهی که نزد ما گذاشتی نرس یا ماده. اگر گوید که نرس بگو برای من ماده در کار. اگر گوید ماده هست بگو نر من ماهی نر میخورم. این صیاد که آدمی زیرک بود در حال وقتی که فریاد کرد گفت ای صیاد، گفت ای ماهیگیر، این ماهی که نزد ما گذاشتی نرس یا ماده؟ گفت خسرو گفت خدا تو را رحمت و مغفرت کند، این ماهی که من نزد تو گذاشتم این خنثا هست، نر و ماده هست. بسیار آدمی زیرک بودند. خسرو خوشش آمد، به نهایت مثل شما وری خنده کرد و گفت خزینه دار گفت 4000 تنگه دیگرش دین. گفت 4000 تنگه دیگر را گرفت. تنگه های اون چنخه مثل آهن بود. 8000 تنگه شد. بالای گردن بار کرد و خواست از قصر بیرون شود که یک تنگه همون میگه در زمین زد و همون 8000 تنگه را با همون وزنین در زمین میگه گذاشت و یک تنگه را گرفت در جیبش انداخت. باز خواست که در پشتش بار کند که این کاری او هم به شیرین خوش نآمد، به زن خسرو. خسرو گفت این صیاد بین چه عملی نازشتی دارد. 8000 تنگش دادیم، یک تنگه که در زمین افتید همون خم شده گرفت، نگذاشت که یک غلام تو همون تا میگذرد همون را گیرد. خسرو گفت در اصل گفت اینقدر آدم ممسک بود است. فریادش کرد گفت اینجا بیا. گفت صیاد من تو را 8000 تنگه دادم، اینقدر وزنی نگفت. برای یک تنگه شده او را در زمین پرتافتی و یک تنگه را گرفتی، یک رحمی در وجود تو نبود. گفت خسرو گفت خدای مهربان گفت را غیرت تا زیادر بگرداند. تو میدانی که من برای چی این یک تنگه را گرفتم؟ گفت برای چی گرفتی؟ برای گفت در این تنگه صورت شما هست و در این طرفش گفت نام شما هست. من نگذاشتم که اگر این در زمین باشد این بی حرمتی می شود، نفر او را مثال زیر پا کند. خسرو باز خوشش آمد، گفت 4000 تنگه دیگر ده. گفت 12000 تنگه این صیاد از پشت مصلحت زنش زلال دیدند و چی گفتند؟ گفتند وای به حال کسی که با گپی زن چکار میکند، رفتار میکند، در عوض یک دو زلال میبیند. از این خاطر از شما هم خواهش میکنم که هر یک مسئله که شما میپرسین
از پیشواهاتون پرسید. زنهای شما نه مدرسه خوانده است، زنهای شما نه آیت میفهمند، زنهای شما نه حدیث پیغمبر میفهمند. اونا چی میدانند که بین عید رمضان و عید قربان توی کردن درست است یا نه؟ لیکن من به شما میگویم که اگر این گونه توی‌هایی که این برادر حاجی کرده است، از عرق نوشی باشد، از رقاصه باشد، از فسق و فساد باشد، از سخنهای لهو باشد، در تمام سال کردن این حرام است، نه یک بین عید رمضان و عید قربان. تمام سال ده اگر شما کنین برای شما چی است؟ گناه پیدا میکند. خلاص. السلام علیکم دامنای محترم، یک سوال دارم. آیا در توی آیت خواندن درست است یا نه؟ یا ختم قرآن کنم؟ زیرا میگویند که در خرسندی آیت خوانی مصیبت میاره. آفرین. عرق دادن مصیبت نمیاره. در $300 و $500 یک دختر فاحشه در بین حولی ما و شما پا میزند، مصیبت نمیاره. $1000 $2000 در یک سراینده از کیم کدام مکان گرفته میاریم، مصیبت نمیاره. دخترها را فتح میپشانیم پیش حضرت امیرجان میبریم، مصیبت نمیاره. معرکه های سیرخراجات و بی‌معنی که در خانه های ما و شما رخ میدهد، اینا مصیبت نمیارن و یک آیه قرآن که در معرکه خوانده شود مصیبت میاره. خودتان مقایسه کنین، مصیبت در آیت خواندن است یا مصیبت در این معرکه هایی که من یادآور شدم؟ خوش به حال آن برادری که در معرکه او صدای قرآن است، خوش به حال آن برادری که در توی او موعظه است، خوش به حال آن برادری که در خاندان اون ختم قرآن می شود. اینا برکات هستند. پیغمبر خدا میگوید ما من قوم یقومون من مجلس لم یذکروا الله تعالی فی الا قام عن مثل جیفة الحمار. در کدام خانه ای که اگر توی شود، در کدام خانه ای که اگر نکاح شود، در کدام خانه ای که اگر خدایی شود، با اصطلاح امروزه که ما خدایی میگیم یعنی خیر احسان شود، اگر در اون خانه اگر امر معروف و نهی منکر نشود، اون مردم پیغمبر خدا گفتند اونها نعمتهای حلال کرده را نخوردند، اونها از اون شوربا و آش و میوجاتی که این بیچاره خریده است او را نخوردند، بلکه اینها از گوشت و پوست خر خورده و خسته خانه هاشون رفتند. در معرکه‌ای که اگر یاد خدا نشود، در معرکه‌ای که اگر یک حدیث پیغمبر خدا تحلیل نشود، اون معرکه را رسول اکرم با یک خری مرده تشبیه دادند. و او انسانی که $1000 و $2000 ده این نعمتها را برای مردم خریده است و گویا که این پول در یک راهی فسق و فساد حواله کرده است و در نزد خدا اجر ثواب نمیگیرد. این حدیث پیغمبر است، این یگان حدیث من نیست. و شما یقین دانید خدا سوره الحاق داره، ما و شما پاره 30 شاید اکثر شما دانید ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. البته به البته اینجا نون ثقیله میگوید، نون تأکیدی است. ثم لتسألن، البته به البته خداوند در روز قیامت شما را از این نعمت ها میپرسد. عن النعیم، از این نعمت هایی که میخورین خداوند شما را میپرسد. ابن عباس خدا رحمت و مغفرتش کند، شاه مفسران، در تفسیر ابن کثیر میگوید که از کدام نعمت ها میپرسد خداوند. از ابن عباس پرسیدند کدام نعمت هاست؟ حضرت عباس چی گفتند؟ از گوش، از چشم، از دهان، از دستها. اینا نعمتی هستند که خدا بر ما داد و از اینها در روز قیامت خداوند میپرسد که اینها را ما در کدام راه صرف کردیم. حضرت سعدی چی میگوید؟ چشم از برای دیدن آیات قدرت است. بیایید یک نظر کنیم که همین نعمتهای خدا داده است، این چشم برای تماشا کردن همون فسق و فساد است یا برای یگان چیز دیگر است؟ بیاین سعدی را گوش کنین.
چشم از برای دیدن آیات قدرت است. آیات گفتن نشانه ها. شما میگید با این چشم این آسمانی بیکنار تماشا کنیم، شما با این چشم این آسمانی بی ستون تماشا کنیم، شما با این چشم این ستاره هایی که از زمین دیده کلان هستند و یکدیگر قطع حرکت دارن با یکدیگر نمیرسن، این قدرت ها را مشاهده کنیم. با این چشم شما این بحرها در نظر کنین که اینقدر حیوانها در داخل او رزق روزی یافته خورده ایستادند، اینها را شما نظر کنین. این چشم برای او هست. میگوید این چشم برای او است که شما قدم زنان مسجد بیایید. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. این گوش ها میگه باید که حکمت شنوند، اینها باید آیت قرآن شنوند، اینها باید موعظه را شنوند، اینها باید که پند و نصیحت شنوند. در آخر چی گفت سعدی؟ بین چی یک سخت برای کسانی که این گوش و این چشم، این گوش و این چشم اگر در راه خودش صرف نشود، چی میگوید؟ هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، آن چشمی که حقیقت نمیبیند، آن گوشی که حقیقت را نمیشنود، هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، کور و کر است بلکه از آنم فروتر است. وای کور است، وای کر است، بلکه از اونم دیده پستر است. خدا در قرآن میگه، سوره اعراف است والله اعلم یا انفال است، اولئک کالانعام بل هم اضلوا اولئک هم الغافلون. این کسانی که این اعضاها را در راه نادرست صرف میکنن، اینها اولئک کالانعام، انعام گفته چارپا را میگن، اینها گو مثل چارپایان هستند. بل هم اضلوا، اینا از چارپایها هم دیده پستر هستند. اولئک هم الغافلون، این کسانی که این اعضاها را در راه نادرست صرف میکنن، اینا از حیوان هم دیده پستر و در غفلت هستند. خدا میگوید البته در تویخانه آیت خواندن مصیبت نمیارد، بلکه این کارهای ناروا و نادرست و این معرکه های سیر خراجات و سیر اسراف شما برای شما مصیبت میارد. یک مصیبت شمین است که شما را قرضدار میکند، دیگر مصیبت شمین است که فرزندهای شما را در بدر کرده است، بیچاره در ملکهای غریبی کار کرده ایستادند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین یا رب العالمین.